میدونستی چرا دنیای DC نابود شد؟ قبل از اینکه جیمز گان بتونه دنیای جدید رو بسازه، باید ببینیم که چی شد که دنیای قبلیش مرد. دنیای سینمایی DC، دنیایی که با من اف استیل شروع شد و قرار بود که یک حماسه 5 قسمتی به کارگردانی زک اسنایدر باشه، اما حالا فقط یک خاطره است. بعد از واکنش‌های دو قطبی به بتمن علیه سوپرمن، وارنر برادرز دستپاچه شدن. اونا دستور دادن که جوخه انتحار دوباره فیلمبرداری بشه تا مثل فیلم مارول شادتر بشه. و همین شد شروع فروپاشی. فیلم ها یکی یکی از کنترل خارج شدن، از فلش تا آکوامن 2. اما ضربه اصلی رو وقتی خورد که دختر زک اسنایدر از دنیا رفت و اون پروژه جاستیس لیگ رو رها کرد. جاس ویدون اومد جای اون و نسخه سینمایی نهایی تبدیل شد به یک فاجعه. بعدها اما اسنایدر نسخه خودش رو منتشر کرد و طرفدارای دنیای DC به دو جبهه تقسیم شدن. تنها نکته مثبت این فیلم ها فقط مارگو رابی در نقش هارلی کوین بود که مثل الماس میدرخشید. اما در نهایت همین شد نقطه عطفی که پای جیمز گان رو وسط کشید. کسی که بعد از ساخت نسخه جدید جوخه انتحار تونست دل وارنر برادرز رو به دست بیاره و در نهایت با پیس میکر تونستن توجه بیننده ها رو به خودشون جلب کنن. یه دنیای تازه با یه بینش واحد، اما آیا این بار موفق میشن؟